با من طراحی خیلی ساده تر یاد بگیر. لاکژل سفیدمون رو میزنیم و میذاریم دستگاه خشک بشه. بعد با استفاده از یک قلم و لاکژل مورد نظرمون همچین فرمی رو روی قسمت بالای ناخن ایجاد میکنیم. باید حجم لاکژلمون یک مقدار زیاد باشه، چون قراره بعدش قبل از اینکه لاکژلمون خشک بشه با استفاده از یک قلم و تاپ شاین توی قسمت پایینی یک حالت سایه رو ایجاد کنیم. همین سایه رو که ایجاد کردیم با استفاده از قلم میتونیم توی قسمت پایین ناخن هم ایجاد کنیم که یه طراحی ساده ولی خیلی زیبا رو داشته باشیم.